به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. من شالوگل خوجا هستم. در خدمت شما عزیزان نخست مروری میکنیم به سرخط موضوع برنامه امروز 6 فوریه. تاجیکستان شهروندانش را از ووهان چین بیرون می‌آورد. مقامات تاجیک تهدید خطر ورود ویروس نو به کشور را رد نمی‌کنند. از شهر ووهان مضافات خوبه برآوردن 58 نفر شهروندان از جمله دانشجویانی که هستند در نظر است. اکثریت نمایندگان سنت آمریکا ضد برکناری دونالد ترامپ از مقام پرزیدنتی آواز دادند. رئیس جمهوری آمریکا از بند اول ناباوری آری از گناه اعلان شد. و در مارشروفکه ها عشق خود را پیدا میکنند. مقامات وزارت فرهنگ میگویند دانشجویان تاجیک با میل تام به تمرین های دولتی میروند. نداری بیان کردن که اینا ما یکدیگر رو یافتیم، یعنی که ما در همین چاره‌بینی شناخته شدیم. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان برای بازگردانیدن دانشجویان تاجیک از ووهان چین با سفارت کشور در دوشنبه گفتگو دارد. قرار است دانش آموزان طریق هواپیمای چینی به وطن آورده شوند. شهر ووهان مرکزی سرایت ویروسی نوی است که تا رفت جهانی می شود. گسترش ویروسی تازه پیدا امروز یکی از موضوعهای محوری نشست خبری وزارت تندرستی بود. به گفته وزارت شماره آنهایی که در کشور تحت کارانتین قرار دارند به 700 نفر نزدیک شد. مولارجب یوسفی و شهلوی عبدالله گزارش می‌دهند. مسئولین وزارت تندرستی تاجیکستان در یک نشست خبری وعده دادند که تا 2 روز دیگر دانشجویان تاجیک را از شهر ووهان چین بیرون می‌آورند. تا به مسئله از شهر ووهان مضافات خوبه برآوردن 58 نفر شهروندان از جمله دانشجویانی که هستند در نظر است. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان افزود دانشجویان را با هواپیما می‌آورند و گروه‌های مخصوص برای پیشواز این دانشجویان آماده شده‌اند. رسانه‌های روسی روز گذشته خبر دادند که مسکو خواهش مقامات دوشنبه در مورد از منطقه‌های گرفتار به کرونا ویروس چین بیرون برآوردن شهروندان تاجیکستان را اجرا کرده نتوانسته است. وزیر تندرستی همچنین خبر داد که برای پیشگیری از سرایت ویروس نو تا امروز 645 نفر را که از چین بازگشتند برای معاینه در شفاخانه‌ها نگاه می‌دارند. در بین بیشتر شدگان یگان حالتی بنشودهای سرایتی کرونا ویروس مانند مشاهده نشده است. اساساً شماره بیشتری بیشتر شدگان از حساب دانشجویان و سایه‌کاران میباشند. مقامات وزارت تندرستی میگویند تا امروز در میان 645 نفر بازگشته از چین هیچ کسی به بیماری نو گرفتار نبوده است. نسیم عالمزاده گفت تاجیکستان برای مبارزه با ویروس آماده است و در همه 27 گذرگاه مرزی نظارت شبانه روزی جاری شده است. در فرودگاه‌های بین‌المللی شهرهای دوشنبه و خوجند همزمان شهر کلاب و بختر که رواد شهروندان اصلا طریق خطرهای این شهر صورت می‌گیرند. تجهیزات‌های تشخیص ضروری به مانند تپلاویزرها و ترموسکانرها نصب کرده شدند که در هر یک شهروندی از خارج کشور به تاجیکستان وارد گردیده توسط آنها سنجیده می‌شود. عین زمان مقامات خطر سرایت ویروس نو از بزرگترین همسایه تاجیکستان به کشور را رد نمی‌کنند. در نشست خبری وزارت همچنین نمایندگان سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان نیز اشتراک داشتند. باید گفت که یگان کشور به این ویروس آماده نبود و وضعیت روز از روز تغییر می‌یابد. با توصیه‌های سازمان جهانی تندرستی ما همراه با مقامات تاجیک تلاش داریم از سرایت‌یابی به این ویروس جلوگیری شود. رهبر نمایندگی سازمان جهانی تندرستی گفت شماره گرفتاران به ویروس نو در جهان بیش از 28,000 نفر شده است و تا این دم 565 نفر جان باختند. اکثریت نمایندگان سنت آمریکا روز سه‌شنبه ضد برکناری دونالد ترامپ از مقام پرزیدنتی آواز دادند. به این ترتیب ترامپ که با 2 بند سوء استفاده از مقام و مانع شدن به کار کنگره متهم میشد آری از گناه اعلان گردید. در رای دهی برای اتهام سوء استفاده از مقام 52 نماینده جمهوری خواه سنت رای مخالف دادند و 48 تن دیگر از آن پشتیبانی نمودند. گزارش را در این باره از طاهری سفر میشنویم. رئیس جمهور دونالد ترامپ از مقامش برکنار نمی شود. رئیس جمهوری آمریکا از بند اول ناباوری آری از گناه اعلان شد.
اکثریت وکیلان حزب جمهوری خواه با طرفداری آری از قانونشکنی اعلان کردن ترامپ رای دادند. دموکرات ها میگویند ترامپ با طلب از اوکراین برای تحقیق فعالیت های رقیب سیاسیش جو بایدن و پسرش ارزش های دموکراتی امریکا را زیر پا کرده است. عملکردهای رئیس جمهور بیانگر آن است که او خود را از قانون بالا می‌داند و کنگره هم هیچ قدرتی تفتیش عملهای او را ندارد. هر کسی چنین می‌کند بر زیانش می‌کند. دونالد ترامپ سومین رئیس جمهور در تاریخ امریکا شد که مجلس نمایندگان به او اعلان ناباوری کرد، اما انتظار می‌رفت که سنات زیر دست جمهوری خواهان او را آری از گناه اعلان کند. دونالد ترامپ با وجود سوء استفاده از مقام برای منفعت خصوصی و امکان ندادن به کنگره برای تحقیق خطاکاریش و اعلان دروغ درباره تبرئه خلاص می شود. او از پاسخگویی امین ماند چون بسیاری از سناتوران به او این امکان را دادند. سناتوران از حزب رئیس جمهور وجه‌های خود را درباره بیگناه اعلان کردن رئیس جمهور آوردند. بعضی گفتند او بر اساس قانون رفتار کرده است. برکنار کردن رئیس جمهور برای اجرای صلاحیت‌های کنستیتوسیونیش که پرزیدنتان جمهوری خواه و دموکرات طلب کردند، سابقه خطرناک را به میان می‌آورد. هرچند بعضی جمهوری خواهان گفتند که عملکردهای رئیس جمهور مناسب نبود، اما برکنار کردنش تنبیهی بسیار سخت میشد. با وجود این همه، جری ندلر متصدی پرونده اعلان ناباوری و ترامپ گفت که دموکرات ها برای به جوابگری کشیدن پرزیدنت کار را ادامه می‌دهند. بینندگان عزیز، تو این دقیقه برنامه ما درباره تصمیم وزارت تندرستی تاجیکستان برای برگرداندن شهروندان از چین و سفید شدن پرزیدنت آمریکا از سوی سنات این کشور گزارش دادیم. حالا یک آگاهی پخش می شود و بعد آن برنامه را ادامه میدیم. با ما بمانید. وایسیدین اودیناف، یک فعال سیاسی توجیک، چند روز می شود در نزد سفارت توجیکستان در افسریه اعتراض می کند. او با عکس دلیر شریفوف در دست از مقامات توجیک رهایی این روزنامه‌نگار بازداشت شده را طلب دارد. وایسیدین اودیناف که در خارج از توجیکستان زندگی می کند، با رادیوی آزادی گفت می‌خواست نامه را به دیپلمات‌های توجیک در سفارت برساند، ولی کسی از نمایندگی بیرون نآمد. اودیناف میگوید بازداشت دلیر شریفوف برای جامعه خبرنگاری بسیار نگران کننده است. در بیانیه کوتاه این فعال سیاسی گفته است بازداشت خبرنگار و ده‌ها تن دیگر با اتهام عضویت در اخوان المسلمین غیر قانونی است، چون این افراد گناهی ندارند. هدف ما از این اعتراض تنها طلب کردن از این حکومت که فوراً برادر ما را آزاد کنند. از این پیشتر 8 سازمان خبرنگاری و حامی حقوق انسان، 10 ژورنالیست و مسئول بخش آزادی مطبوعاتی سازمان امنیت و همکاری اروپا آزادی دلیر شریفوف را طلب کردند. مقامات توجیک دلیر شریفوف را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی متهم می‌دانند. او را روز 28 ژانویه امسال بازداشت نمودند و بعداً برای 2 ماه به حبس گرفتند. وکیل و خویشاوندانش میگویند اتهامات اساس ندارد. مقامات وزارت فرهنگ توجیکستان میگویند 90% دانش آموزان از جلب شدن به راهپیمایی و یا به اصطلاح معروف مارشیروفکاها خوشحالند. در این باره امروز ضمن نشست خبری این نهاد در دوشنبه صحبت شد. گذشته از این به قبل معاون وزیر فرهنگ عابدجان نظریان برای برخی ها شرکت در چنین چاره‌بینی ها سرنوشت ساز شده است. وزارت فرهنگ در برابر وزارت معارف یکی از ساختارهای مسئول برپا کردن مارشیروفکاهای جوانان به شمار می رود. چنین تمرین ها پیوسته در جامعه انتقاد می شوند. در این نشست خبری در دوشنبه معاون وزیر نو فرهنگ برعکس دیگر نظرها گفت دانشجویان تاجیک با اختیار خود و با میل تام به راهپیمایی‌های دولتی می روند. باور کنید جوانان خودشون به میل خود میخواهند و این هم یک ورقه تاریخی هست که اشتراک در این یا آن چاره‌بینی که
бояд ҷавонҳо иштирок кунанд. обидҷон назарён мегӯяд донишҷӯёнро маҷбур барои ширкат ба маросимҳои давлатӣ намебаранд ва онҳо аз дарсҳояшон низ ақиб намемонанд. муовини вазир гуфт, дар гуфтугӯ бо донишҷӯён ҳеҷ гоҳ норозигие дар бораи раҳпаймоиҳо нашунидааст. аз ягон тошома на калимаи қабеҳ ё ягон норозигӣ нисбати давлат, нисбати миллат, нисбати чунин ҳамин чорабинӣ нашунидам. ба қавли намояндаи вазорат, ширкат дар раҳпаймоиҳо ки бисёр вақт барои ҷалби донишҷӯён ба онҳо мақомотро танқид мекунанд, ба нафъи худи донишҷӯён аст ва ҳатто зиндагиашонро тағйир медиҳад. хурсандӣ овараш дар он аст ки ҳатто дар ҳамон чорабиниҳо ҷавонҳо якдигарро ба якдигар ошиқ мешаванд. дар ҳамин шаҳри душанбе буд, маро дар ҳамин ду ҷавон миннатдорӣ баён карданд ки ина мо якдигарро ёфтем, яъне ки мо дар ҳамин чорабинӣ шинос шудем ва оила барпо гардонидем. баръакси тамоми гуфтаҳои муовини вазири фарҳанг, дар тоҷикистон аз ҷалби ҳазорон донишҷӯ ба раҳпаймоиҳои давлатӣ танқид мешавад. ҳазорон донишҷӯро баъди дарс ё дар вақти дарс ба хиёбонҳо мебароранд ва барномаҳои ҷашниро тамрин мекунанд. бисёре аз донишҷӯён аз гуруснагӣ ва хастагӣ зери офтоби сӯзон шикоят карданд. борҳо видеоҳое нашр шудааст ки аз ҳуш рафтани муҳассилин ва донишҷӯёнро нишон медиҳад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам мақомотро танқид карданд ки дар донишгоҳҳо на соҳибҳунар, балки раққосу раққоса омода мекунанд. бори вазнини зиндагӣ рӯи шонаи як писарбачаи 12 сола. тасаввури он ки як ноболиғ 30 нафарро саробонӣ мекунад хеле мушкил аст, аммо воқеияти афғонистони ҷангзада ҳамонест ки дар гузориши навбатӣ пешниҳоди шумо мешавад. тоири сафар аз қаҳрамонии наврасе мегӯяд ки на аз дастнигарӣ, балки аз бесавод мондан метарсад. ин писари афғон хонаводаи 30 нафариро таъмин мекунад. падари аҳмадзиёро чанде пеш ҷангҷӯёни толиб куштанд. 12 сола ва ягона ноновари хонаводаи бузургашон аст. аз ночорӣ ба мактаб намеравад. 30 нафусе ман ба инҷо патакор пур мекунам, ба ҳамин сарбоза мебарам, ба борҷи 4000 ба мо метиҳанд ки ба ин сарбоза ба мо ба борҷи 4000 метиҳанд ки нафақаи ҳамин 30 нафусешо. аксари аъзои хонавода ҳатто 10 сола ҳам нестанд. 3 амаки аҳмадзиё ҳам дар ҷанг ба зидди толибон кушта шуданд. модару бибиаш аз мақомоти афғонистон кӯмак мехоҳанд. ما بی از خدا دیگه هیچ کسی هم نداریم. ما میخوایم کمک کنن به ما میخوایم که یعنی سر اولادای ما رو ببرن و مکتب بتینن لالا هم کم چیمی که بمانده بچه های ما بی سواد نمانن. خاطرک های ما که بی سرپرست بمانده همیار یک کاری بکنه که بی سواد نمانن، به چیز نمانن. حالا نفرای ما که انده برفت کشته شد، نفرای ما کشته شد و آینده ایدیار فکر کنن. زمستان و نبودی خوراک مشکل بزرگترینی آنهاست. زمستان خیلی سرد، ما نیزام داریم، نی بخاری داریم، کارتی داریم. خیلی زمستان سرد است. نه سرد کارتی هم نداریم، بخاری و نیزام نداریم. بعد از گزارش رادیوی افغانستان آزاد درباره خانواده، بعضی ها برای کمک به این عائله محتاج اظهار آمادگی کردند. وکیل مدافع زندانی توجیک بزرگمیر یورف برای صداقت کسبی و تلاش حفظ حق شهروندان به دادگاه عادلانه برنده جایزه بین‌المللی هومو هومینی شد. این جایزه هر سال از طرف سازمان بین‌المللی غیردولتی People in Need به مبارزان حقوق انسان داده می شود. قرار است جایزه روز 5 مارت در جمهوری چک به جمشید یورف برادر بزرگمیر یورف تقدیم گردد. بزرگمیر یورف در سال 2015 باز در حبس است و به 28 سال زندان محکوم شده است. او و پیوندانش حکمران سیاسی می‌دانند. مقامات همواره طلب آزادی او را رد کردند. این مطلب آخری برنامه امروز بود. تشکر از یکایک شما برای همراهی. تا ملاقات نوبتی بینندگان عزیز، شما میتوانید خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخوانید و چون همیشه گزارش‌های روز و جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب گذاشته می‌شود. من صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظر میمانم. خدا نگهداری هر یک شما باشد. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.